بچه‌ها ما اومدیم با مسئول مسجد مصاحبه کنیم، ببینیم که مسجدشون چطوریه و اینا. خیلی خوب، بریم همه سر جا. سلام، خودتون رو معرفی کنید. سلام، من زهرا شیرعلیزاده هستم، بازنشسته فرهنگی و فعلا هم تو بخش فرهنگی مسجد ابوالفاضل مشغول به کار هستم. بله، اسم مسجد شما فرمودید ابوالفاضل. بله. کار شما دقیقاً توی این مسجد چی هست؟ کار من بیشتر برنامه ریزی، یه جورایی برای مراسماتی که تو مسجد برگزار میشه، بخش حالا نمیدونم اسمش چی باید بذارم، تدارکات، بخش تدارکات رو به عهده دارم تو برنامه‌های مسجد. حالا مثلا تهیه پذیرایی مسجد، آره این کار رو انجام میدم. خیلی ممنون. بعد من چند دقیقه پیش که اومدم اینجا یه کلاس قرآن برگزار میشد و بچه‌ها شرکت میکردن. از بچه‌های مسجدتون راضی هستید؟ بله، بچه‌هامون خیلی خوب هستن، خیلی فعالن، خیلی پر انرژی هستن. چرا همینجوری باقی بمونن، محجبه هستن، نماز خونن، خدا رو شکر صفای نماز میان جلو نیستن، نمازاشون رو میخونن. ما خیلی ازشون راضییم، ان شاءالله خدا هم راضی باشه. خیلی ممنون. سوال بپرسم، ببخشید من میگم شما چه برنامه ریزه مثلا تو ذهنتون هستش که چی کار بکنید، مثلا به عنوان مسئول یه جورایی؟ خب خیلی کارا میخوایم بکنیم، یکی وقت نداریم، یکی که بودجه نداریم و مثلا دوست داریم یه جورایی کارای نو جدید انجام بدیم. یعنی شما مثلا کارتون مثلا بعضی وقتا می اومدیم شما نظری میدادین، کلا کارتون خیره؟ بله، الان هم مثلا ما گروه داریم توی ایتار. گروه ایتارمون مثلا خانمایی هستن که نظم میکنن، ختم قرآن میذاریم، بعد هزینه ختم قرآنشون رو میدن برای مستمندان. مثلا تا حالا خیلی چیزا خریدیم، حالا جارو برقی، نمیدونم ماشین بازشویی، یا حالا مثلا اونایی که مراجعه کردن چیزایی میخواستن تحقیق کردیم، اگر واقعا نیازمند بودن حالا تا جایی که تونستیم به وسیله همین هدایای قرآنی که داده شده اینا براشون برآورده کردیم نیازشون. خیلی ممنون. تشکر میکنم از خانم جناب دارم میگم سرکار خانم شیرعلیزاده. خیلی ممنون. خب بچه‌ها، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.